زنش کنیزه، بدون ازدواج میتونه استفاده جنسی کنه. 100 دانه کنیز هم باشه میتونه. همین زن کافر گرفته برو مجاهد نه بس 100 تاست بگی استفاده جنسی کرده برو حاجت نکاح نیست. یک مریضی سرش تیر شوه که نام رحمش پاک شوه کدام تا دیگه استفاده نکنه باشه خلاص خب دیگه جایزه. حال یکم تا چی میگه خلیفه مسلمانا هارون رشید 100 دانه زن داشت. این ظلم نیست؟ حال 100 دانه زن آزاد خونه بود زن کنیز جایزه 100 دانه زن داشت. خواهی چی میگه یا ایوان از بده یا دختر کافر وقتی که در جنگ کرده کت مومنین و در جنگ گرفته شده مثل حیوان وری معامله میشه. اگر که سر ظلم نمیشه صرف استفاده جنسی میشه دیگه کاروبار دیگه ظلم اجازه نیست. بسیار حقوق داره. حتی اگر مومن هم شوه کنیز باقی میمانه دیگه ایمان هم بیاد مگر ای که باز اسلام تشویق کرده که آزادش کنید تشویق کرده با آزادی ولی کنیز هست یکم تا میگه حکمش منسوخ نشده نه در کجاست آیت یا حدیثی که منسوخ شده باشه با میگه قرن 21 چی تو قرن 21 هیچ تاثیر نداره سر منسوخی احکام